ای اسرائیل، مثل قومها تا به درجه وجد شادی نکن، زیرا که تو زنا نموده از خدای خود دور شدی. بالای هر خرمن مزد زنا را دوست داشتی. خرمن و چرخوشت آنها را غذا نخواهد داد و شرابی که در آن هست دلخوش نخواهد کرد. در زمین خداوند ساکن نخواهند شد. افرایم به مصر خواهد برگشت و در اشور آنها خوراک پلید خواهند خورد. برای خداوند شراب نخواهند ریخت و قربانی هاشان پسندیده اون نخواهد بود، بلکه برای خودشان مثل نان ماتمداران خواهد بود. هر کی از آنها بخورد پلید خواهد شد، زیرا که نان آنها برای شکم سیری خودشان می باشد. به خانه خداوند آن داخل نخواهد شد. پس شما در روز مفسیم و در روز عید خداوند چی خواهید کرد؟ زیرا که اینک آنها به سبب خانه ویرانی رفتند. مصر آنها را جمع خواهد آورد، موف آنها را قبر خواهد کرد، گنجینه های نقره آنها را گزنه پخش خواهد کرد. در خیمه های آنها مشخار خواهد روید. ایام جزا نزدیک می آید، ایام پاداش فرا می رسد. اسرائیل خواهند دانست که آیا نبی بی عقل بود و آیا صاحب روح دیوانه بود به سبب گناه بسیار و عداوت بزرگ تو. دیدبان افرایم از جانب خدای من نبی بود که در سری همه راههایش دام صیاد نهاده شد و عداوت در خانه خدای او حکم فرماست. آنها مثل ایام جبعه و عمق بدکرداری رسیدند. او گناه آنها را به یاد خواهد آورد، برای معصیتشان جزا خواهد داد. اسرائیل را مثل انگور در بیابان پیدا کردم، پدران شما را مثل نوبر انجیر در ابتدای آن دیدم. لیکن آنها به بعل فور آمدند و سرگرم رسوایی شدند و مانند معشوقهاشان نفرت انگیز گردیدند. جلال افرایم مثل مرغ پریده خواهد رفت، زاییدن، حامله‌داری و باردار شوی نخواهد بود. حتی اگر فرزندان خود را کلان کنند هم آنها را نابود خواهم کرد، به طوری که آدم باقی نخواهد ماند. زیرا که وای بر حال آنها وقتی که از آنها نیز دور شوم. افرایم وقتی که دیدم مثل سور در مفزع زیبای جایگیر شده است، ولی افرایم پسرانش را برای قاتل بیرون خواهد آورد. خداوندا به آنها هر چی میدهی بده، رحیم بچه پرتا و پیستانهای خوش به آنها بده. تمام شرارت آنها در جلجال است که در آنجا من از آنها برای کردارهای بدشان نفرت نمودم. از خانه خود آنها را به در خواهم راند، آنها را دیگر دوست نخواهم داشت. همه سروران آنها فتنه‌گر می باشند. افرایم شکست خورده است، ریشه آنها خشک شده است. آنها میوه نخواهند داد، حتی اگر زایند هم ثمر مرغوب بطن آنها را خواهم کشت. خدای من آنها را ترک خواهد کرد، چون که او را نشنیدند. پس در میان خلقها آواره خواهند شد.